اگر مذاکرات موفقیت آمیز نباشه با ایران، فکر میکنم ایران در خطر زیادی خواهد بود و خب دوست ندارم که اینو بگم، روز بعدی خواهد بود برای ایران. من حیفم میاد که مثل بزنن به شیر که میگن وقتی که مقابل یک دشمن میستد هم فریاد میزنه و هم از اون طرفش چیزی بیرون میاد و هم دونش حرکت میزنه. فریاد میزند برای اینکه طرفا بترسن، میترسد از این جهت ازش چیزی هم صادر میشه. دومش حرکت میداد برای اینکه میانجی پیدا کنه. این فریادها و ترسوندن ماها را از دخالت نظامی اینا کهنه شده است. یه دفعه یه چیزی میگد فوراً بعدش یه چیز دیگه میگد خلافه. اینا همون فریادهاییست که اون حیوان میزد برای اینکه بترسونه طرفش.